سه هنرمند از سه کشور فارسی زبان: ستاره کرامت‌الله از تاجیکستان، محمد عبدالحسینی از ایران و فهیم فنا باشد از افغانستان اجرا کردند. جام جمشید بجوش، عهد پیمان کروش، شعله از این هر دو مباد هیچگاه خاموش. یعنی آتشی صداقت صمیمیت ما همیشه فروزان است. هر یک مصرع آن بازگوی تمدن تاجیکان و تاریخ و فرهنگ آن است که با صدای مرغوله‌دار این سه سراینده سرشناس باری اول همین اصطلاح خراسان یا که خراسان بزرگ اساساً در عصرهای 5 و 6 پیدا می شود. این باعث افتخار ما است که از روی هوس میکنه که ما همین خیلی عالم بزرگ چون سینا داشته باشیم، چون برینو داشته باشیم. این افتخار ما است که اونا هم همین هوس، یعنی تاریخ تمدن و سرآمدان ادبیات این ما را داشتن میخواهند. آید آهنگ وفا